9 رو 6 و 9 به شما رای دادن. 2 بازی داشت ماست و خیارشون میخورد. ببین تو به قطع مافیایی ها. من اون رای 1 و 2 به شما میدم. دور دویم نسا شما انقدر پلیر قوی هستی که بیای اینو فراموش کنی که 2 به رای نداده، 2 هم یارت. خب فقط اینجا بین عرفان و شبنم موندم. عرفان وقتی دیوونه میشه شهر میخونه، اصولا وقتی دیوونه میشه شهر میخونه. هم اول یکه بره بیرون. ببین یکه دایم باش دیالوگ کرد. شما ملق لایک میدی داغون، کدومشون یارت داخل این سه تا که لایک میدی؟ داری با ببو بازی میکنی. دارم بهت میگم اصلا اول 10 رو خلق کرده، دیده 10 فکر کرده 10 میره. این پدرام تبا فکر کرده 10 دیگه میره، گفته 10 رو خلق کنم، بعد دیده 10 برگشته، کلا مسیرش به 10 نمیخوره. اول پدرام بره بعد فائزه. این اصلا کلا فرقی نداره. داغون فکر کرده داره با ببو بازی میکنه، یکی با یکی بگه بیرون فلان بره بیرون. نمیدونستی رأی میاره 10، وگرنه رأی بهش نمیدادی. 4 بازی این 4 به نظرم نقد نیستیم. اینم من یکیتون رأی ندادید دیگه، درسته؟ به 10 ایراد نداره، ما هنوز جلوییم. یادتونه من گفتم شیشه رو بدید بیرون؟ یادتونه؟ خب شیشه یه فکتی دیگه هم داره. وایسا یه فکت مگه نگفت با 5 دستش بیاد بالا دستم میاد بالا؟ ها حالا ما یار فروختیم بین 2 و 4 و 6، بین 2 و 4 و 5 و 9 یار فروختیم. حالا موظفید شیشه بدید بیرون. گرفتی 8 بازی؟ آره شهروندی؟ میزنین به هم